میدونستی قدرتمندترین پادشاه ما چه کسی بوده و چه کارهایی برای پیشرفت این تمدن انجام داده؟ هوخشتر بعد از مرگ پدرش به حکومت میرسه. اما زمانی که حکومت مادها رو به دست میگیره، اوضاع ماد خیلی خطرناک بوده. اون بعد از شکست پدرش از آشوری‌ها متوجه میشه که مادها سپاه ورزیده‌ای ندارن. اون تصمیم گرفت به تقلید از آشوری‌ها سپاه خودش رو منظم و قوی بکنه و به دو بخش سوار نظام و پیاده نظام تقسیم بکنه. پیاده نظام اون مسلح به تیر و کمان و شمشیر بودن و سوار نظام اون از افرادی انتخاب می شدن که توی تیراندازی و سوارکاری از کودکی مهارت داشتن. اسب‌های مادی به خصوص اسب‌های نسا در زمان باستان به خاطر ویژگی ظاهری و تندرو بودن معروف بودن. مدتی گذشت و هوخشتر سپاه رو منظم کرد و تصمیم گرفت به آشور حمله بکنه. اما دقیقاً زمانی که نزدیک بود نینوا رو تسخیر بکنن، خبر حمله سکاها به گوششون میرسه و مجبور میشن نینوا رو ترک بکنن و به جنگ با سکاها برن. مادها با این اقوام می جنگن، اما توی این جنگ شکست میخورن و این شکست باعث میشه حدود 28 سال قلمرو ماد تحت تصرف این اقوام در بیاد. با من همراه باش و لایک و سابسکرایب هم یادت نره.